برای شما بزدل هستین. مردک نمور تابوت مهاجر هوچ کردن. واللهی باللهی تاللهی میگن در هر یک نبورشون. من با یادم دیدو دادی من شاید وقیات خیلی دادم. علیکم کانال خیر مهاجر اکا جانو دادر جانو من مادری 3 فرزندم. این شوهری من در خانه خواب کسا این از که پیرتیز ماندن در کار. این پیرتیز 30,000 سامان است. من آن مبلغ را ندارم. خواهش میکنم و من یاردم کنید تا این در این حال فرزندم کسا شرایط ندارم که این را به ورثه برم. عذاب کشیده ایستادم. من خودم چشمم زیرینش پست کار کردن نمیتوانم. خواهش میکنم دمای کمک کنید تا که شوهرم سر شده و سری فرزندانش بیاید و فرزندانش نگاه بین کنه. علیکم برادرای عزیز، سلام علیکم به کل مردم مسلمان، کسایی که تماشا میکنه سلام خدمت به همتون میرسانم. برادرای عزیز دیدین در اول نوار ویدیو را دیدین که مادر مراجعت کرد و فرزنداش مراجعت کردن برای برادر که جراحی کردن که اپراسیون کردن در کار دستراچ در کار 30,000 سومان. از همتون خواهش میکنم سبربانک مادر دوشنبه سیتی مادر و نمره مادر است زنگ بزنین. مردم پنجکین مادر از برادر از پنجکین میشه و مردم پنجکین اگر نزدیک باشین زنگ بزنین برین از احوال مادر خبردار شین و با چه راهی باشه کمکای خودتون برسونین. بعدا برادر عزیز یک 4 تا سخن میکنم در همین چی که ویدیوی مرا پرتوفتین. 1000 رحمت کلام بهترین کار بهترین نکردین. 1000 رحمت کلام میگم تون. یک مثال عادی تون میگم که همین شخصیتایی که نسبت ما کینه دارین نسبت ما نفرت دارین یک چی تو میگم خداوند هدایتتون کنه. تمام یگان چی تو نمیگم. بعد یک مثال عادی با مردم مهاجر همین 3 شخصی هست که در یوتیوب الحمدلله میگه سبحان الله میگه و در هر یک نوارشون همین قسم میخونن که واللهی باللهی تاللهی میگن در هر یک نوارشون. یک مثال ما در بیاریم که همینا یگان بار خودشون عیبم شوه کنشون هوچ کرده خیستن یگان بار تابوت مهاجر هوچ کردن روی کردن یگان تای همین ایجاش خیست عمل کردن یگان تای همین مهاجر بیمار کسل در راه ماندگی را تو ایرپورت تاجیکستان روان کردن. یگان تای همین مهاجر در پسی غلطی زبار کردن بردن دستگیری کردن. نه فقط کندکاوکی فقط پسزنی این نمیخواد کار میتونن. یگان کار کردن نمیتونن. نام یگان تا نمیگیرم. خداوند هدایتتون کنه. ما گناه کردم این گناهی پیش بود شما باید نمیبروردینش چون که خداوند فرموده است که تو گناهی برادرت ستر کن من گناهی تر ستر میکنم. نعوذ بالله میگن الحمدلله میگن ای گپا بخبرین از اسلام استفاده میبرین ای گپا بخبرین. چی با یک بار شما مرا نگفتین که برادر همین خطاگیت نکرد شما زنگ زدین اگراژت کردین که تو اگر ویدیو نمیکنی ای ما بخشش نمیپرسی ای کاری خیر نمیرای ما تو نوارات میبروریم. ما چی گفتم با مثل شعر برآمدم گفتم گپ بزنیم همه نوارا را بروریم چند قیمتونیم برای شما بزدل هستین مردک نیستین. مردک همون مردکیه که برادرش گناهش ستر میکنه که تا خداوند گناه را ستر کنه تا برادرش فهمونه که ای برادر همین کارت خطای نکن همین کارت شما مرا اصلاحی مونه که شما باید ما شما بخشش میپرسم. من فقط در نزد خدا بخشش میپرسم فقط در نزد خدا توبه میکنم. من خطاگی کردم کدام شما به خطایی پیغمبرا دوستای خدا بدن خطاگی داشتم. پیغمبرای موعود که دوستای خدا بدن یعنی ما یا بنده گناهگاریم خطاگی داشتم. برای همین خیلی کار نکنین. برادرای عزیز از موضوع زبار دوری بعد رفتیم خاص به خاطر الله کارتاش هست نمره تلفنش هست دستگیری میکنیم 30,000 تومان. ما باور دارم که برادرای شیردل ما ایده در بین 3-4 ساعتی 30,000 تومان جمع میشه. ان شاء الله چه خیلی که برادرای امروز دیدن که 600,000 1 میلیون در بین یک روز جمع دیسته. امروز باور دارم که 30,000 تومان برادرم هم تایید 100,000 روبل میشه و جمع میشه. باوری از شما دارم و باوری اول باوری از خدا دارم و از شما برادرها که سبب میشین برادرای شیردل خیرخواه
خداوند همتون نگهبان باشه. برادرایی که قوت خیر ندارین میتونین همین ویدیو را لایک کنین و پدلیس کنین در برادر خیرخواه، چون که در گوشی گو برسور تا این ویدیو را میسو بینن تا این برادر خیرای خودشون برسونه. برای هم خواهش میکنم چند قدر میتونین ویدیو را پدلیس کنین در ایمو و واتساپ و دیگر سایت ها. باقی سربلند و خانوباد باشین. خدای یار و مددگارتون همه وقت دعاگوی من باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. مردم غریب همیشه با پیش.